استاد آقای بهجت آیت الله شیخ محمد حسین قروی اصفهانی بود، عارف بود، فیلسوف بود، فقیه بود، مرجع تقلید بود. یه مرتبه یه جوانی اومد پیشش، گفت آقا من روزی ندارم، من رزقم کمه، روزیم کمه. گفت خمس تو میدی؟ گفت آقا اون که واجبه که خمسمو میدم. گفت حق الناس به گردنت نیست؟ اون جوان گفت حاضرم دست رو قرآن بگذارم، قسم بخورم که من به کسی ظلم نکردم، حق الناس به گردنم نیست. گفت به پدر و مادرت بدی نکردی؟ فقط یه جا مادرم با همسرم با هم یه مشاجره و بگو مگو داشتن، از این مشاجره های عروس و مادر شوهری. من فهمیدم مادرم داره بهانه گیری میکنه، تقصیر با مادرم. میگه وسط دعوای اینا گفتم مادر جان چرا بهانه گیری میکنی؟ داد زدم این مقدار، چرا بهانه گیری میکنی؟ آروم باش. همین. مادرم دیگه هیچی نگفت. بعدن رفتم ازش عذرخواهی کردم، گفتم مادر جان ببخشید. آیت الله آقای اصفهانی گفت همینجا گیرت همینجاست، مادرت از ته قلب هنوز راضی نیست از تو، برو دستشو ببوس یا پاشو ببوس، بهش بگو مادر غلط کردم، رو زبونت بیار، تو دلت نگیا. این بنده خدا رفت. بعد از یه مدتی اومد پیش آقای اصفهانی، دست مادرم رو بوسیدم، گفتم مادر جان غلط کردم. این پیرزن گریه افتاد، گفت من منتظر همین بودم، نه اینکه منو جلو عروسم خورد کردی، بعد اومدی فقط گفتی مادر منو ببخشم. یک کلمه اینجور عذرخواهی من منتظر بودم.